سلام علیکم. کودک باسوایتی هستم در خدمت شما. آقا امروز اومدم یه دونه گیم پلی براتون آوردم. هلو دیروزم که نبودم ویدیو نذاشتم، آقا کتفم درد بکرد، مجبور شدم راهی بیمارستان شم. یه دارویی یه چیزی، آقا یه دو تا آمپول زدن بهمون، 4 تا قرص هم بهمون دادن، اومدیم خونه خوردیم. ما این کتف دردش یه ذره آروم شد. آلکاتراز هم خب اومده بود دیگه، رفتیم داخل آلکاتراز، گفتیم بریم یه مچ بزنیم ببینیم چه جوری میشه. آقا رفتیم مچ زدیم. مچ اول سولو اسکوات کردم، عشق کنید. اونم با چی؟ با یه اسکین چوسچاپ. تازه برداشتم گفتم آقا میخوام این ویدیو درباره این باشه آقا گان اپیک، گان لژند یا گان میتیک اصلا چیز نیست که بخواید بگین آقا من چون گان میتیک و لژند ندارم نمیتونم کسی رو بزنم، ضعیفم. اصلا ربطی نداره، مطرح نیست گان میتیک و لژند. اصل اینه که بازی و مغز بازی داشته باشی، اصلا بازیت خوب باشه، مغز بازی داشته باشی، چجوری پلی بدی. اصل اینه، اصلا گان میتیک و لژند مطرح نی. من خیلی وقت بود گان لژند و میتیک نداشتم، تازگی دیگه چند تا گان میتیک زدم، چند تا لژند زدم. اصلا گان لژند و میتیک نداشتم. اپیک داشتم، اپیک 32 تا پتل پسه، همش اپیک دید. اپیک زیاد داره، ولی تو این ویدیو اپیکام هم برداشتم غیر فعال کردم. اصلا هرچی گان رو زمین بود که برمی داشتی اپیک میشد همه رو برداشتم غیر فعال کردم با گان ساده و یه دونه اسکینش اپیکه. اسکینش دروغ نگم، اسکینش اپیکه، ولی خب میشه گفت چوس چاپه دیگه، اسکین رایگان چوس چاپه. خب برداشتیم رفتیم توی مچ. آقا سولو اسکوات هلو اتچمنت HS هم براتون گذاشتم، یعنی داخل این ویدیو اتچمنت HS باز دوباره گذاشتم. بعد اتچمنت AK117 هم گذاشتم. بله اتچمنت گذاشتم یا یادم رفت؟ نه گذاشتم اتچمنت AK117 هم گذاشتم براتون. برید بردارید ببین. درو کن، برو تو مپ درو کن، HS وردار برو تو مپ درو کن، وان شات. یعنی یه شات بزن یارو میگه میره هوا. یه اسکوات رو برداشتم با بیوای، تازه هنوز درابگان هم نیومده بود. سولو اسکوات با بیوای زدم، درابگان هم نیومده. بگی دراب اومده بعد درابگان کشیدی، توقع داری سولو اسکوات هم نزنی. آقا تک به 4 با بیوای رو زمین، تک به 4 زدم. آقا آخریه خیلی شانس آوردم، کیل آخری نفر آخرشون واقعا شانس آوردم. ادامه ویدیو میاد میبینید. آخریه رو واقعا شانس آوردم، یعنی هرچی تیر میزد میس میرفت، هرچی تیر میزد میس میرفت. یعنی دیگه به یه بدبختی یارم دمیجش کرد، شات منم همینجوری الکی خورد بهش، رفتن لابی. این الکی واقعا هم الکی زدم بهشون، عشق کردن دو تاشون، یکیشون اومد اول بالا، حالا ادامه ویدیو میبینید، من الان زودتر دارم تعریف میکنم. آقا یکیشون اومد بالا، یکی از یاراش اومد بالا، زدم تو گوشش ولو شد. اون یکی اومد بالا، اونم اومد از این ور درخت اومد، اونم زدم تو گوشش ولو شد. دوتاشون رو کیل کردم، یه ذره لوت زدم، دیدم یار سومیش هم اومد بالا. یار سومیش که اومد بالا یکم این ور اون ور شد، میگم خب یکم طول کشید این تا یار سومی رو زدم، یه ذره طول کشید، دیدم یار چهارمیش اومد. خدا رو شکر همون ثانیه یکی از یارا ما بلند شد اومد کاور ما، نمیدونم شماره چند بود، فکر کنم شماره 1 یا 2 بود، اومد کاور ما. یعنی خب هیچ کاور ما خونه اصلا تو بازی عادت نیست که پلیر رندوم بیفته کاور یارش، یعنی اصلا پلیر رندوم که بهت میفته، یار رندوم که بهت میفته کاورت نمیدن، هیچ کی هیچو کاور نمیده، همه میرن برای خودشون. هر کی میره، یکی میره اون ور مپ، یکی میره اون ور مپ، یکی دیگه میره این ور مپ، یکی میره شرق، یکی میره غرب.
مثلا هر کی بار ببین هر کی بار خودش بازی میکنه دیگه، هیچ که کاور نمیده. شانس ما اون موقع اون نمیدونم شماره 1 بود یا 2 بود، نزدیک ما بود، اومد کاور ما آقا. این نفر چهارمیشون، ما نفر اول نفر سوم هنوز نکشتیم، نفر چهارمی اومد، این اومد اونو دمیج کرد، من اینو یه تیر زدم، این وان شات شد، اونم اومد اون شماره 4شون رو دمیج کرد، شماره 4 هم یه تیر زدیم لابی. رفتن 4 تایشون رو زد. فقط میگم خود نفر چهارمشون رو یارم دمیجش کرد، خودم تکی نزدم، نفر چهارمشون رو یارم دمیجش کرد، منم یه شات زدم دیگه افتاد، کیل شد. آقا حالا ببین اتچمنت هایی که واسهتون گذاشتم گاد یعنی گاد میگم 2 تا گاد میشنوید. آره اتچمنت گذاشتم براتون عشق کنید، برید بردارید، یعنی الان بردارید برید توی آلکاتراز HS گذاشتم، بزن برو، وای نستا همین بزن برو، یه دفعه میبینی پشت سر یکی که پاو ولو میشه، مثلا بزن برو وای نستا، همینجوری درو کن، بیفت تو مپ، این جارو برقه همه رو بزن همه رو، از کوچیک تا بزرگشون. به قرآن اگه کسی فوشتون نداد من کلامو میندازم پشت بون مسجد، اگه کسی فوشتون نداد. این اتچمنت فوشکشه، یعنی بزنی طرف فوشت میده، یعنی فوش میده ها. وایستون رو آل نذارید، اگه رو آل میذارید حواستون باشه فوش نخور. این دیگه هنسیوی چیزی بزنید بعد وایستون بزنید رو آل، چون جلو خانواده گوشی صدا گوشی باز باشه، وایستون هم رو آل باشه، با این اتچمنت یارو رو بزنی طرف یه دفعه برمیگرده میگه دیگه جای خالی، حالا به ماند ما نمیگیم، آره فوش میده و اینجا جلو خانواده خیت میشید. یه ذره امکان داره از طرف اگه پدر خونه باشه خب بلند میشه کمربند میکشه، چی شده قشنگ سیاه و کبود میشید، حالتون جا میاد. ولی خب اگه هنسفری داشته باشید نه دیگه سیاه و کبود نمیشید. یا اینکه مثلا خونه خالی باشه، همه سر کار باشن، کسی نباشه، فقط تو خونه باشی. آره دیگه خلاصه برید اتچمنت رو بردارید صفا کنید، همینو بس، دیگه چیزی نداریم. خب درباره چیز میخواستیم صحبت کنیم، درباره همین لژند و میتیک. گفتم همونطوری که گفتم آقا، لژند، میتیک یا اپیک اصلا مطرح نی توی بازی، بستگی به خودتون داره. آقا هادت چجوریه، سنست چجوریه، سنس اوکی داشته باشید میتونید خیلی خوب و روون بازی کنید بدونید که مثلا اذیت شید. سنستون رو همیشه سعی کنید اوکی باشه، تو هر سیزنی سعی کنید سنس اون سیزن رو پیدا کنید و بچینید اوکیش کنید سنستون رو. هادتون هادی باشه که چجوری بهتون میگم، نمیگم برید از رو هاد من یا هاد هر کس دیگه ای بردارید، خب برید هاد چه من فلان یوتیوبر یا فلان چیزو بگیرید، آدمو بگیرید، نه اصلا نمیگم. آقا هادی که را دستته، خب یوتیوبر، اون هادی که یوتیوبر به شما میده، خب اون هادی که من یوتیوبر به شما میدم هادیه که من باش راحتم، خب من باش اوکی هم میتونم بزنم، شاید تو باش راحت نباشی، شاید شما باش راحت نباشید. پس هادتون رو سعی کنید خودتون بچینید، چیزی بچینید که راحت باشید، را دستتون باشه، بتونید قشنگ باش پلی بدید. اصلا ناراحت این نباشید که آقا مثلا هاد قبلیتون به هم، آقا خب 2 تا جا داره دیگه واسه هاد چیندن، اولی مثلا هاد اصلیته، هادی که الان داری باش بازی میکنیه، دومی برو اون هاد جدیدی که میخوای بچینی و بچین، برو دومی رو فعال کن، یه هادی که واقعا را دستته و میتونی بهترین پلی رو با اون هاد بدی و بچین برای خودت که بدونی آقا کدوم دکمه کجاه، چی کجاه، اون کجاه، همشو بدونی، همشو اوکی باشی. خب مثلا میرید بعضی دیدم میرن از یه یوتیوبر هات میگیرن، بعد هات نمیتونن با اون هات بازی کنن، یعنی مثلا الان بازیشون خوبه ها، نمیگم ضعیفن، بازیشون خوبه اوکیه، ولی رفتن هاد طرفو گرفتن اومدن چیندن، بازیشون از اون خوب که بوده ضعیف شده. چرا؟ به خاطری که آقا اون هاد مخصوص طرف یه جوری چینده که را دست خودشه،
خودش میدونه، خودش میتونه با اون بازی کنه. خود تو نمیتونی باش بازی کنی. مثلا چیزیه که معلومه آقا، هاد یه چیزیه که با خودت بچینی، خودت اوکی کنی که بتونی باش پلی بدی. من یعنی خب من هادمو میذارم براتون، برید بردارید، برید هاد منو بردارید. اصلا چی میشه؟ میتونید باش بازی کنید با هاد من 5 انگشتیه. اصلا میتونید باش بازی کنید با 5 انگشت. شاید بعضی نتونن 5 انگشتی بازی کنن، شاید بعضی اصلا گوشیشون یه جوری، دیوایسشون یه جوری باشه اصلا نتونن 5 انگشتی بازی کنن. تازه 4 انگشتی هم به زور بازی میکنن و لگ و حالا خلاصه دیگه باگ و هزار تا درد و سر و دنگ و فنگ دیگه. خب ولی کلهم بهتون میگم آقا، اول از همه سنستون رو اوکی کنید برای که بخواید یه پلیر خوب و یه پلیر خفن بشید. دوم از همه هادتون رو سعی کنید از روی کسی کپی نکنید. سعی کنید چیزی بچینید که خودتون باش بازی کنید. سعی کنید چیزی که راه دست خودتون رو بچینید، نه اینکه برید هاد یکی دیگر رو بردارید. ببین هاد یکی، من خودم قبلا اینجوری بودم که هاد میرفتم هاد از یکی میگرفتم، حالا رفیقام میگرفتم یا میرفتم تو یوتیوب برمی‌داشتم. من قبلا اینجوری بودم، ولی خب با هر هادی نمیتونستم بازی کنم. اصلا یه جوری شده بودم بازیم خب خوب بود، ولی خب یه دفعه که رفتم اون هادی برداشتم با اون هاد خواستم بازی کنم، اصلا بازیم ترکید. بازیم یعنی بهتون بگم 200 درجه اومد پایین‌تر. پایین خب وسط بود، متوسط بود. میخواستم برم بالا ولی خب برعکس شد، 200 درجه اومدم پایین‌تر. اصلا یه دونه باتو به سختی میتونستم بزنم، اینقدر بازیم ضعیف شده. خب ولی وقتی که رفتم نشستم اون هادی که دیدم آقا را دستمه، قشنگ دقت کردم به همه نکاتش که آقا باید کجا باشه، این چجوری بزنم که بتونم به اوکی باشم، باشه بتونم فاسسکوپ بزنم، بتونم مومنتم خوب باشه، بتونم صفم و سریع این برون بر کنم. همه اینا رو در نظر گرفتم. کلاسم کجا باشه که بتونم مثلا خواستم نینجا بزنم سریع روش اصلا معطل نشه. همه اینا رو در نظر گرفتم، یه هاد چیندم که این شد هاد خدا. پس شما بهتره که همین کارو بکنید اگه میخواید واقعا اون پلیری که خفنه و خیلی گاد و همه رو میزنه باشید، همین کار کنید. پس این شد اول سنس و دوم هادی که را دستت باشه. خب بچه‌ها دمتون گرم که تا اینجا با ما بودید. ببخشید دیگه زیادی حرف زدم، سرتونم درد آوردم. عشق منید، دوستتون دارم. دم همتون گرم که تا اینجا ما بودید. لایک یادتون نره، سابسکرایب هم یادتون نره، کامنت حتما بذارید که درباره چی ویدیو بذارم براتون. این ویدیو خب همینجوری دلخواهی گذاشتم که آقا بازی اصلا ربطی به گان متیک و گان لژند و گان اپیک نداره. تا اصلا گان ساده رو زمینم داشته باشی، وقتی سنس و هادت اوکی باشه میزنی، همه رو میزنی، اصلا نمیشه، ربط نداره. نمیگم گان لژند و متیک بده، نمیگم بده، خیلی هم عالیه، بگیرید خیلی هم عالیه، ولی بازیتون رو تغییری توی بازیتون ایجاد نمیکنه. مثلا گان عادی لگت داره، گان متیک و لژند لگتش کمتره. خب از لحاظ قاطی کرد، از لحاظ لگت و اینا اوکی میکنه، ولی ربطی هیچ درجه از بازیتون رو بالا و پایین نمیکنه. یا من مثلا الان گان متیک دارم پرو پلیر شدم، نه آقا اصلا ربطی نداره، سنستون و هادتون ربط داره. خب آقا دیگه بیشتر از این حرف میزنم دیگه، بازم اضافه حرف زدم، شرمنده‌تونم آقا. عشق منید، دوستتون دارم. تا ویدیو دیگه بدرود. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. یا حق.